و قرار است در این برنامه براتان واحد 4 اتاقه را معرفی کنم. سالن عمومی ازش استفاده کنیم چون بسیار فضای کلان داره و پلیت مرکز گرمی هم برش در نظر گرفته شده. یک اتاق متوسط و بسیار مقبول و زیبا. پارکینگ وسیع هم داره که هر واحد یک موتر حق دارن و تمام وسایلش که هست بسیار مجهز با کیفیت. بایلر، شاور و کمود و دستشویی، کاشی‌های بسیار با کیفیت در نظر گرفتن. میتونن این اتاق اجزای ما مهمانخانه استفاده کنن چون هم پهلوی در ورودی است و همی که تشناب داره یا دستشویی داره. اتاق آفتابرخ ناگفته نمونه که هر 4 اتاق عزیزا آفتابرخ است. یک کلکین نیمه به طرف بیرون، پلیت مرکز گرمی و بسیار یک اتاقه که منظم و متوسط. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام وطندارای عزیزم. آرزو میکنم که هر کجای کره خاکی هستین خوب و صحتمند و سرحال باشین و باز هم مشو معصومی از چینل خودتان پنجره افغانستان در خدمتتان هستم. عزیزا بازم اومدیم تا در برنامه امروز سلسله برنامه آپارتمان حولیا یک واحد براتون معرفی کنم. البته این واحد مربوط اتفاق تاور میشه. شما عزیزا تا آخرین دم بیننده برنامه باشین. مساحت، قیمت، اسناد در مورد تمامش براتون معلومات میدم. ما را همراهی کنین و لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنین. وطندارای خوب نازنینم، قسمی که براتون گفتم اومدیم به اتفاق تاور و قرار است در این برنامه براتون واحد 4 اتاقه را معرفی کنم. شما عزیزا حتما تا آخرین دم بیننده باشین که درباره قیمتاشون براتون میگم و همچنان فعلا من در دهلیزش هستم. قسمتی که میبینین یک رهرو دهلیز است و این هم کس میشه که باعث سالن عمومی ازش استفاده کنین چون بسیار فضای کلان داره و پلیت مرکز گرمی هم برش در نظر گرفته شده و یک کلکین کلان به طرف بیرون که همونطور این سالن آفتابرخ و دلواز ساخته. وقتی که جرواز کنین دیگه انشاءالله بسیار همونطور دلواز و خوشایند می باشه براتان. همچنان در این قسمتش باز برنده رو در نظر گرفتن. برنده یا همون بالکنی که ما شما میگیم که به خاطر بعض وسایل مهم می باشه اینجا رو در نظر گرفتن. یک برنده که متوسط، نه بسیار کوچک و نه بسیار بزرگ، به اندازه همین 4 اتاق. عزیزای یه سالن است که براتون معرفی کردم. همچنان ناگفته نمونه که این واحد 173 متر مربع مساحت داره در منطقه جمال مینه ناحیه سوم و پلیت‌های مرکز گرمی هم در تمام قسمت‌ها در نظر گرفته شده که در دهلیز 2 دانه است و اینا تمامش فعال می باشه. میخوایم از این اتاق شروع کنم که البته این اتاق دیگه دمی رسته قرار داره. یک اتاق متوسط و بسیار مقبول و زیبا. عزیزا براتانی رو بگم که 3 دستشویی داره، 1 آشپزخانه داره و 4 اتاق می باشه. این اتاق هم که میبینین کلکین داره به طرف برنده و یک کلکین نیمه به بیرون است. پلیت مرکز گرمی هم در نظر گرفته شده عزیزا و همچنان رنگ که شده کاملا رنگ 100% می باشه که قابل شستشو است.
و در این قسمت میخوایم درباره دروازه صحبت کنیم. شاید بگوین که دروازه خود دروازه است، چرا درباره‌اش صحبت کنیم، ولی تفاوت و کیفیت و استانداردها در بعض جایا و ساختمان‌ها بسیار کم در نظر میگیرن که خوشبختانه تاوری که من براتون معرفی میکنم یا واحدی که معرفی میکنم بسیار اما تا عالی. نه تنهایی که دوستا دروازه اتاق است، دروازه عمومیش هم این رقم بسیار مستحکم با کیفیت است. و این عزیزاز دستشویی اول که مربوط به اتاق میشه، شما میتونید در تصویر ببینید با تمام وسایلش بسیار زیاد مجهز و عالی که همه چیز درش در نظر گرفته شده. اکثریت هموطنای ما که از خارج از کشور میان دوست دارن که دستشویی داخل از اتاقشان باشه که این اتاق هم همین رقم است. و همچنان در مورد آبش براتون بگویم وطندارا که آب شیرین می باشه، آب شهری یا چاه است. و نمیخوایم بینوبتی کنم، در این قسمت آشپزخانه قرار داره و اما تو میایم طرف آشپزخانه، بعدش اتاق را معرفی میکنیم. از جای دلم اکثریت هموطنای ما همیشه بر ما میگن که چرا آشپزخانه اوپن است، آشپزخانه اوپن قدر خوب نمی باشه. این واحد بدل شما، آشپزخانهش اوپن نیست، دروازه داره، بسیار زیاد منظم، با ما 4 طرف میبینین که کاملا الماری در نظر گرفته شده. قبلا هم براتون گفتم آب شیرین است و آبش 24 ساعت می باشه، چون بعضا به خاطر کمبود آب در شهر کابل یک ذره از آپارتمان ها هراس می داشته باشن عزیزای ما. اینجا عزیزا به خاطر ماشین کالاشویی و یگان چیز دیگه در نظر گرفتن و یا الماری های بالایش است که در این قسمت هم است و بسیار عالی. یعنی همین 4 طرف تمامش الماری است و اینی جای هم که هست عزیزا به خاطر یخچال است. من همراهی کنین تا براتون اتاقا را معرفی کنم، بیننده باشین. وطندارای عزیزم، آشپزخانه رو براتون معرفی کردم با تمام معلوماتش و همه قسم ادامه میدیم، چون 3 اتاق دیگه که از در این رسته قرار داره. ناگفته نمونه که سالون و اتاق قبلی که بود هر دوش آفتاب رخ بود عزیزا. بازی اتاقا که از طرف صبح آفتاب می داشته باشن، چون آفتاب دور میخوره. میالا میبینین این قسمتش آفتاب رخ است. یا اتاق دوم است، یک اتاق که متوسط که میتونن عزیزای ما نشیمن استفاده کنن یا سالون استفاده کنن، هر قسم که سلیقه خود شما عزیزا بود. یک کلکین نیمه به طرف بیرون داره و همچنان میتونین که بیرون هم ازش ببینید ساختمان ها و گپایی که از منطقه جمال مینه. این هم از پلیت مرکز گرمی. قبلا هم براتون گفتم که در تمام اتاقا و سالون و آشپزخانه همه جای مرکز گرمی در نظر گرفتن. عزیزای دلم پارکینگ وسیع هم داره که هر واحد یک موتر حق دارن و شما عزیزا که اینجا را خریداری کنین میتونین که وسایلتون هم نگهداری کنین، یعنی از لحاظ پارکینگ خیالتان راحت باشه. میریم به طرف اتاق سومی، اگه اشتباه نکنم بله سومی که دوتا را براتون معرفی کردم. عزیزا این اتاق سومی است. کی اتاق؟
نسبتاً بزرگتر است. بازم پلیت مرکزی داره و همچنان یک کلکینه نیمه به طرف بالا داره و ایام آفتاب رخ است کاملا. بسیار ساده دیکور شده عزیزا، قدر زیاد جرق برق در نظر نگرفتن که بسیار زیاد مثلا قندیلا و گپا باشه. بسیار ساده به کسایی که ساده پسند هستن. شما مرا همراهی کنین تا بریم طرف اتاق سومی و همچنان در مورد قیمت، اسناد و بعض موضوعات مهم که درباره واحد می باشه برتان معلومات بدم. وطندارای عزیزم، اتاقای سومی رو برتان معرفی کردم در این واحد و همچنان در این قسمت دهلیز برتان بگویم که فون یا همو سیکیوریتی که به خاطر دروازه می باشه در نظر گرفتن، به خاطر از اینکه میتونین که دروازه بیرون تاوره از این میجه شما واز کنین برای مهمانایتان و همچنان هم از پلیت مرکزگرمی که در قسمت دهلیز در نظر گرفتن و کاملا فعال می باشه، چون که به فصل زمستان به خیر نزدیک هستیم. انشالله خیالتان راحت باشه. و عزیزایی هم از دستشویی دوم یا دستشویی عمومی است که در دهلیز قرار داره، پالوی در ورودی که شما در تصویر میبینین. اما تمام وسایلش که است بسیار مجهز با کیفیت، بایلر، شاور و کمود و دستشویی، کاشی‌های بسیار با کیفیت درش در نظر گرفتن که اکثریت هموطنای ما شکایت میکنن، چون تشناب یا دستشویی و آشپزخانه جایی است که باید که بسیار با کیفیت و با استاندارد ساخته شود، تا چون خانه است، چیزی نیست که تبدیل شود. سالیان سال آدم اونجا زندگی میکنه. آمدیم طرف اتاق چهارمی عزیزا که البته این اتاقم یک دستشویی داره که میشه دستشویی سوم. من قبلا براتون یادآور شدم 4 اتاق، یک آشپزخانه، 3 دستشویی و این هم دستشویی سوم است. همونطور که در تصویر میبینین هر 3 دستشویی ها بسیار با کیفیت ساخته شده و اینجا هم تمام وسایلش بسیار زیاد منظم است. و همچنان اتاق آخری که میتونن این اتاق عزیزای ما مهمان خانه استفاده کنن، چون هم پهلوی در ورودی است و همی که تشناب داره یا دستشویی داره. اتاق آفتاب رخ ناگفته نمونه که هر 4 اتاق عزیزا آفتاب رخ است. یک کلکین نیمه به طرف بیرون، پلیت مرکزگرمی و بسیار یک اتاق که منظم و متوسط. مهمانایی که مثلا مردانه می باشه شما میتونین که اینجا مهمان خانه جور کنین. بازی که هموطنای ما خانمای با سلیقه چقدر با مو سلیقه و ذوق خود دیکور دیزاین میکنن، زیبایی خانه را بیشتر و بیشتر میسازن. عزیزای دل، گپایی که در مورد این واحد باید براتون بگویم باقی مانده که از جمله مساحتش براتون گفتم 173 متر مربع بود و لفت سولاری 24 ساعته، پارکینگ وسیع، آب و برق مستقل و همچنان اسناد و قباله شرعی داره. در این اواخر چون بیشتر هموطنای ما از کشورهای همسایه مهاجرین دوباره آمدن، یک ذره قیمت‌ها بلند رفته، ولی خدا را شکر خوشبختانه ساخت و ساز در کشور زیاد است، بخصوص شهر کابل. هر طرف که می‌بینیم ماشاءالله ساخت و ساز جریان داره، تاورا و ساختمانا یکی خوبتر از دیگه ساخته میشه و این جای خوشحالی است تا همه ما در وطن خود زندگی کنیم با تمام سهولت‌ها و خوبیایش. و شمایی که خارج از کشور هستین میتونین در خاک خودتان یک مکان یا یک خانه بود و باش داشته باشین. هر وقت خواستین بیاین و بسیار راحت باشین. درباره قیمتش براتون بگویم، بیننده باشین که قیمتم براتون.
سپاسگزارای عزیزم، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه و قسمتی که شما و مطمئن هستم بسیار زیاد منتظرش بوده. عزیزای دل، میخوایم بازم تکرار کنم معلومات بسیار کوچک درباره زی واحد، چون که بسیاری هموطنای ما برنامه را فکر کنم بسیار به عجله میبینن و متوجه نمیشن. مساحت 173 متر مربع، 4 اتاق، 3 دستشویی و 1 آشپزخانه، پارکینگ وسیع، لفت 24 ساعته و همچنان آب و برق مستقل. عزیزای دل، این واحدی که براتون امروز معرفی کردم متر مربع $600 با اندک جرامت قیمتش می باشه. انشالله شما عزیزایی که برنامه را دیدین و مورد پسندتان بوده، به شماره که در اسکرین است میتونین به تماس شوین، هم واتساپ و هم شماره عادی است، میتونین که مسیج بگذارین یا تماس بگیرین. انشالله صاحبی خانه زیبا میشین. سپاسگزارتان هستم از اینکه ما را همیشه حمایت میکنین و ما هم کوشش میکنیم تا بهترینا را به ذوق شما براتون تقدیم کنیم. عزیزای دلم، ناگزیر استم از حضورتان مرخص شوم. می بود برنامه امروز که تقدیمتان کردم. لایک و سابسکرایب فراموش نکنین. منتظر انتقادات، پیشنهادات و کامنت های شما هستم. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.